دخترها برای یک بار هم که شده توی زندگیشون با یه نفر همه جوره ساختن، با بیکاریش، بیپولیش، اخلاقای خوبش، اخلاقای بدش، سگرمه‌های تو همش، با همه چیز. با این حال اون دختر رها شده و از اونجا به بعد یاد میگیره که دیگه این کار رو انجام نده چون قدرش دونسته نمیشه. بعد شما پسرا میگید که چرا دخترها نمیسازن؟ چون شما پسرا اکثرا این دخترها رو رها میکنید و رها خواهید کرد. چرا؟ چون شما دنبال دخترای ادایی، غرغرو، پولکی، یک فردی که هیچ چیزی برای ارائه نداره هستید. شما دنبال دخترای مریض میگردید. چرا؟ چون حوصلتون تو رابطه سر میره، چون دنبال چالشید. پس نگید دخترها چرا نمیسازن. اتفاقا دخترها خیلی هم آدمهای بسازی هستن برای کسی که عاشقشن.